سلام دوستان، خوش اومدید به کانال خودتون تخم مرغ. امروز میخوایم بریم غذاهای اردبیل رو بشناسیم. قبل از که بریم لایک و ساب فراموش نشه. آش، میوه، موادش: قیسی، آلبالو خشک، آلو بخارا یا آلو خورشتی، آلو جنگلی، زغالخته، آلو سیاه، عدس، نخود، لوبیا چتی یا لوبیا قرمز، رشته آش، حب سیر، پیاز و به گوجه فرنگی، نمک، فلفل، زردچوبه، عشای گوشت یا مرغ، پیاز داغ و نعنا داغ برای تزیینه. آش دوغ: موادش: تره، گیشنیز، شوید، دوغ ترش، برنج نمیدونه، نخود، گوشت چرخ کرده، تخم مرغ، پیازچه، سیر، نعنا داغ و نمکه. آش یارمان: موادش: بلغور گندم، لوبیا قرمز، گوجه فرنگی، آبقوره، سبزی آش، آب گوشت، فلفل، زردچوبه، زعفران و پیاز داغه. آش شیر: موادش: شیر، گندم، نخود، نمک، فلفل، کشمیش، گردو و بادام برای تزیینه. آش گیلدیک: موادش: گوشت چرخ کرده، تره، جعفری، گیشنیز، اسفناج، نسترن کوهی، برنج نمیدونه، نخود، لوبیا چتی، لوبیا قرمز، مغز گردو، آلوچه، برگه زردآلو، عشاره مرغ یا گوشت اختیاریه، پیاز، لواشک، نمک، فلفل، زردچوبه، نعنا داغ و پیاز داغه. آش اوماج: موادش: عدس، هرزه، مرزه، ریحان بنفش، پیاز، اوماج یا رشته آش، آرد، نمک، فلفل قرمز، فلفل سیاه، زردچوبه، عصاره مرغ، روغن یا کرز. یابان آشی: موادش: گوشت دنده یا گردن گوسفند، اسفناج، گشنیز، عدس، برنج نیمدونه، کره، پیاز، نمک، فلفل سیاه و زردچوبه است. پیچاپ قیمه: موادش: گوشت گوسفند، خلال بادام، پیاز، تخم مرغ، زعفران، رب گوجه فرنگی، نمک، زردچوبه، ادویه خورشتی، فلفل، دارچین، هل و آبقوره یا آب لیموه. ترشی قرمه: موادش: گوشت گوسفندی، لوبیا چش بلبلی، آلوچه، پیاز، رب گوجه فرنگی، آب لیمو یا آبقوره، زعفران، نمک، فلفل، زردچوبه و دارچینه. خورشت هویج: موادش: هویج، گوشت و آلوه. قیمه اردبیل: موادش: گوشت چرخ کرده، زرشک، پیاز نگینی، لپه، زعفران، زردچوبه، آب لیمو یا لیمو عمانی، دارچین، نمک، فلفل سیاه و خلال بادام هم تزیینیه. تره اسفناج: موادش: اسفناج، لپه، تخم مرغ، پیاز، زرشک اختیاریه، رب انار، نمک، زردچوبه و فلفله. چیگریتما: موادش: تخم مرغ، سینه مرغ، پیاز، گوجه فرنگی یا رب گوجه فرنگی، فلفل دلمه‌ای، زعفران، دلخواه، جعفری، نمک، ادویه و زردچوبه است. یوگورت کوفته‌سی یا کتلت تخم مرغ: موادش: لپه، برنج، پیاز، تخم مرغ، جعفری، گیشنیز، هرزه، مرزه، ترخون، آرد نخودچی، رب گوجه فرنگی، نمک، فلفل سیاه، زردچوبه و پودر سیره. آبگوشت بزباش: موادش: نخود، لوبیا سفید یا چش بلبلی، گوشت ماهیچه یا سردست گوسفند، دنبه، نمک، فلفل سیاه، پیاز، کره و به گوجه فرنگی، تره، جعفری، شنبلیله، مرزه، ترخون، لیمو عمانیس و سیب زمینیه. کتلت: موادش: گوشت چرخ کرده گوساله، گوشت چرخ کرده گوسفند، سیب زمینی، پیاز، پودر تخم گیشنیز، نمک، فلفل قرمز، روغن زیتون و کرز. کباب کاسه‌ای: موادش: فیله گوسفند، سینه مرغ، گوشت چرخ کرده، کنجد، زعفران، فلفل سبز تند و فلفل دلمه اختیاریه و کره حیوانی. تاس کباب: موادش: ران مرغ، سینه مرغ، تبه سیر، موسی، ساره مرغ، عسل، روغن زیتون، گردو، نمک، زردچوبه، سماق، زعفران، چوب دارچین، پودر زنجبیل یا زنجبیل تازه، پودر تخم گیشنیز، پودر زیره و گیشنیز تازه. دوستان مرسی که همراهمون بودید. لایک و ساب فراموش نشه، کامنت هم بذارید. دوستتون داریم. تا ویدیو بعدی، بدرود.